transform Greater Jakarta following the heaviest downfall in more than 2 decades. Worst plague of locusts affect the region. The damage to pastures and crops could create severe consequences for the region, where nearly 12 million people. این فیلمی کوتاه حجتی بازگوی معماهای گلوبالی جهانی معاصر میباشد. آن را در مجلسگاه دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به نمایش گذاشتند. این نوار بخشیده به 75مین سالگرد سازمان ملل متحد آماده شده است. در فیلم کوتاه حجتی مشکلات کمبیزاتی، نارسایی ذخیره‌ها، آفت‌های طبیعی و تاثیر آن بر طبیعت، مشکلات تحصیل در برخی از کشورهای دنیا و معماهای دیگر نشان داده شده است. دانشجویان و استادان دانشگاه پس از تماشای نوار اندیشه‌های خود را بابت فیلم کوتاه حجتی بیان نمودند. Этот видеоролик охватывал весь процесс, все проблемы, которые сегодня у нас есть в обществе, начиная вот от потепления до вплоть до, например, неравноправия среди девушек и женщин. От этого видеоролика я получила, что самое главное получила, то, что нам нужно работать над этим. То есть, если мы этого не сделаем, никто за нас это не будет делать. در همین بعدینه همین سالهایی که از سال 2002 خطا نکنم تا سال 2030 همین هدف‌های رشد استوار ادامه می‌کند و آن 17 مسئله اساسی را در بر می‌گرفته است. پیش از هم مشکلات‌های اساسی انسان‌ها را برای همین آسان حل کردن. یعنی مقصد اساسی این به نظر گرفتن احتیاجات تمام اهالی نوبسته از طبقه، نوبسته از زندگانی آنها، یعنی در کنار نماندن اهالی کشورهای امروزه. مسئله‌های در نوار انعکاس گردیده از جانب مقصود عریفوف، کنسولتانت ترینر تشکیلات جمعیتی اساتذه زیایان علمی تکنیکی تاجیکستان و دانشجویان و استادان مورد بررسی و بحث قرار گرفت. از سال 2000 تا 2015 میلنیوم دیولپمنت گولز بود. هدف‌های رشد 1000 ساله. از 25 سپتامبر 2015 سال تا 2030 هدف‌ها دیگر شدن، هدف‌های رشدی استوار شدن. فرقش هست و یعنی 8 цели были. А здесь уже 17 целей устойчивого развития, вот без чакункова хас. Фарқият мобайли онҳо ва дигарҳо мо дертар дида мебароем ҳамин чиз. В чём всё-таки была разница? Что не было учтено, скажем, в этих дар ҳадафҳои рушди 1000 сола не было учтено, а вот здесь уже учитывается, это тоже тому подобное. مسئله کمبیزاتی یک از بحث‌های سمینار معلومات‌دهی به حساب رفت. گفته شد که سال 2002 به یک نفر $125 در یک روز لازم می‌آمد تا از سطح کمبیزاتی برآید. این نشان داد در سال 2008 به دولت‌های ترقی کرده تا $4 رسید. دایر به این موضوع نیز بحث‌های دامنه‌دار صورت گرفت. سمینار معلومات‌دهی روز دوم است که در دانشگاه‌های خوجند گذرانده می‌شود. مقصد تشکیل سمینار را نمایندگان اساتذه زیایان علمی تکنیکی تاجیکستان در شناسایی دانشجویان و استادان با 17 استراتژی رشد استوار و بلند برداشتن معرفتناکی جوانان عاید به 75مین سالگرد سازمان ملل متحد و فعالیت آن در تاجیکستان بیان نمودند. موضوع اساسی سمینار معلومات‌دهی محل گردانی هدف‌های رشد استوار، مانیتورینگ و ارزیابی دستاوردهای استراتژی ملی رشد بین استادان و دانشجویان ماگسترانتان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به حساب می‌رفت. در انجام چهاربینی بعد دانشجویان فعال تحفه‌های خاطره‌آویز سپرده شد. این گونه سمینار معلومات‌دهی روز سوم در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی گذرانده می‌شود. گزارش سید مختار سیدانور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.